کار در سازمان‌های بین المللی حفظ حقوق از جمله کمیته سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر ما را بیشتر به کسبمان دلگرم کرد و دیدیم و درک کردیم که تا کدام اندازه می توانیم در خوشبختی انسان‌ها سهم بگیریم. وکیل دفاع بزرگمهر یارف از جمله معروف ترین و شناخته ترین وکیلان دفاع محسوب می یابد. بزرگمهر یارف در حالی که دیگر از همتایان وی از به عهده گرفتن پرونده های می هراسیدند و خطر هم داشت، آنها را به دوش گرفته از صاحبان آن پرونده های خطرناک حمایت کرده است. بزرگمهر یارف 9 ایون سال 1971 در خاندان نویسنده روشن یار محمد در شهر دوشنبه چشم به دنیا گشوده است. سالهای 1989 تا 1995 در فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کرد و آن را با اختصاص حقوق شناس ختم نمود. از سال 1993 تا سال 1997 در وظیفه مفتش شعبه تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه کار کرد. همچنین سالهای 1998 تا 2007 در فاکولته حقوق شناسی دانشکده انداز و حقوق به صفت معلم کلان کافدره حقوق جمعیتی و مرافعه جنایتی از فنهای حقوق جنایتی، حقوق مرافعوی جنایتی، پسیکولوژی حقوقی و اتیکای سوده درس داد. در خارج کشور با سفرهای خدمتی در ایران، افغانستان، روسیه، اوکراین، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، امریکا، آلمان، چین و عربستان سعودی بود. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 مارس سال 2001 به هیئت کاری آماده سازی معروضه های ملی و سازمان های غیر دولتی شامل کرده شد. اما بعداً این کمیسیه برهم داده شد. از جمله کمترین ادوکات های مملکت است که تجربه کاری موفقانه در سازمان های بین المللی دارد. سال 2000 تا 2004 4-5 مرتبه به کمیته سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر در مورد پرونده های مشخص مراجعت کرده است. آید به پرونده جنایی مینگبایف بحرالله و حمیدوف بهرام در نتیجه شکایت به کشور شرکت کننده 90 روز مهلت داده شد تا در قرار خود تجدید نظر کند. در نتیجه پرزیدنت تاجیکستان با فرمان خود این دو تن را عفو کرد، یعنی حکم قتل آنها را به محرومیت از آزادی عوض نمود. بزرگمهر از جمله در سال 2011 از قاضی اکبر تورجانزاده، سال 2003 از رئیس حنیت محیدین کبیری، سال 2014 از فخرالدین زاکرف، باز سال 2014 از اسپیرانت کانادایی الکساندر صادقوف حمایت کرده است. بزرگمهر یارف گفته بود: ما با چشمان خود دیدیم که چگونه توانستیم انسان‌هایی را که دولت تعقیبشان می‌کرد از مرگ نجات دهیم، سلامتی آنها را حفظ کنیم. تا به امروز خویشاوندان آنها از این پیروزی عدالت تبلیغاتی می‌زنند، زیرا آنها به همه‌زینه‌های حاکمیت مراجعت کرده و ناکام مانده بودند، چون کسی آنها را شنیدن نمی‌خواست و خوشبختانه جامعه بین المللی از آنها دفاع کرده توانست. بزرگمهر مؤلف کتابچه است با نام راهنمای کانستیتوسیونی جامعه. مؤلف مقاله های زیادی حقوقی و شرح های حقوقی در مطبوعات است. سالهای 2005 تا 2007 در 60 برنامه شبکه اول شرکت کرده و مسئله های حقوقی را هفته 2 مرتبه شرح و تفسیر کرده است. از 15 می سال 2009 رئیس کلیگه ادوکات های سپر بود.
بعد بازداشت 13 تن از اعضایان شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نیمه ماه سپتامبر سال 2015، بزرگمهر یارف حقوقهای بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به ذمه گرفت. بزرگمهر یارف بعد از ظهر 28 سپتامبر برای بازپرسی به ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته دعوت شد. 29 سپتامبر وزارت کارهای داخلی اعلان کرد که بزرگمهر یارف را با اتهام قلابی و ساختکاری بازداشت کردند. همان روز وزارت کارهای داخلی از شهروندان خواست که اگر شکایت نسبت به ادوکت یارف داشته باشند مراجعت کنند. مقامات کارهای داخلی بزرگمهر یارف را به آن متهم می‌کند که با راه قلابی از شهروندان مبلغ‌های مخصوصاً کلان پولی را تصرف نموده است. سازمان‌های بین المللی حفظ حقوق انسان خواستار تفتیشات شفاف در قضیه ادوکت یارف شدند، اما مقامات اعلان کردند که با پرونده بزرگمهر یارف مهر مخفی گذاشته شد. افشا کردن جزئیات آن غیر ممکن است. بزرگمهر یارف که بعد دفاع حقوقیش از 13 تن عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به حبس گرفته شد، بعد او وکیل دفاع نورالدین محکمف که حمایت حقوقی خود از بزرگمهر یارف را اعلان کرد، او نیز به حبس گرفته شده به سالیان دراز محکوم به زندان شد. همچنین جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف که بعد حبس برادرش دفاع حقوق بازداشت شدگان 13 تن عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بر عهده گرفته بود، بازداشت شده طول چند ماه در بازداشتگاه مورد تضییق و فشار و شکنجه ها قرار می گیرد. نهایت جمشید یارف در نتیجه فشار به تاجیکستان از جانب سازمان‌های بین المللی دفاع حقوق بشر آزاد می شود. با مشقت‌های زیاد تاجیکستان را ترک گفته با یکی از کشورهای اروپایی پناهنده می شود. معظمه قادروا وکیل دفاع دیگر که ادوکتی بزرگمهر یارف را به عهده گرفته بود، در نتیجه فشارهای روانی و تضییق از جانب مقامات تاجیکستان ناچار اواخر سال 2016 تاجیکستان را ترک گفته او نیز به اروپا پناهنده شده است. سنه 3 ایون سال 2019 گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به بازداشت‌های خودسرانه بر اساس تحقیق پرونده بزرگمهر یارف با نشر اعلامیه طلب کرد که این حقوق شناس مستقل باید از زندان آزاد کرده شود. در خلاصه دفتر کمیسری عالی سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر گفته شد که بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شدن حقوق شناس تاجیک نقض قانون‌های بین المللی می باشد. گروه کاری سازمان ملل متحد در یک گزارش 17 صفحه‌ای خود هر قدم مقامات و شرایط نگهداری حقوق شناس را از 28 سپتامبر سال 2015 تحقیق کرده با چنین نتیجه آمده است که مناسبترین راه آزادی بلافاصله بزرگمهر یارف از زندان و پرداخت جبران بر اساس قانون‌های بین المللی می باشد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که پرونده بازداشت خودسرانه بزرگمهر یارف باید موافق با مقررات بین المللی تحقیق کرده شود و افراد مسئول در نقض حقوق او به جوابگری کشیده شوند. همچنین روز 7 ایون سال 2019 در نشست هیئت اتحاد اروپا و نمایندگان حکومت تاجیکستان در دوشنبه، اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان طلب کرد که پرونده بزرگمهر یارف وکیل مدافع زندانی را که به 28 سال زندان محکوم شده است بازنگری کند. همچنین اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان طلب کرد که وضع آزادی بیان را بهبود بخشیده شکنجه در بازداشتگاه و زندانها را پر از بین برد. بزرگمهر یارف
آیله دار است، صاحب 4 فرزند. پدرش نویسنده تاجیک روشنیار محمد در نتیجه فشارهای روانی مقامات سنه 4 مارس سال 2018 از عالم درگذشت.